حالتون چطوره؟ 5 تا بهتون معرفی میکنم که میتونین توی بهار و تابستون استفاده بکنید و بهتره کنید. عطر پنجم مالی آلتایر هستش، عطر محبوب دوست داشتنی، ولی یه باگی که داره گرم، یه مقدار شیرین هستش که توی تایم شب خیلی بازخورد بهتری داره. عطر چهارم سویج دیور هستش، نوت خنک و مرکباتی و جذابی داره ولی خب خیلی دیگه تکراری شده. عطر سوم مولکول هستش، خنک و فرش و بوی تمیزی میده این عطر، ولی این عطر هم دیگه خیلی تکراری شده. عطر دوم که بهتون معرفی میکنم عطری است به اسم لویی ویتون پاسیفیک شیل، خنک و مرکباتیه ولی نوت تقریبا پرتقال و پوست پرتقال داخلش خیلی نشون میده خودشو، ولی خب پخش و ماندگاری عجیب غریب خوبی داره. عطر اول اونتوس تیتان گالری کاکتوس هستش، پخش بوی خفن، نوت مرکباتی، لیمویی، چوب، جنگلی و یه بیس نوت میوه‌ای استوایی داره که میتونم بگم بهترین بازخورد و هزینه داخل تابستون، داخل بهار و داخل فصلهای دیگه میگیری.